آماده بفرمایید بفرمایید. چه کنیه؟ نه یک دم در منم بریم بخیر. Adesso è come un armo d'oro. سلام علیکم. خوشتانی خیلیات بخیر. خیلیات. خونه مامان جلال امینه. بله. راست خیلیات. زنده باشی. شکر زنده باشی. خیر الحمدلله. من نورالله که دیروز مادرم اومد به خاطر این کار خیر. بله. انا گفتم بدیم بچه شما رای کنی که ما ببینیم و گفتم لك بفرمایید. کاس کنیه؟ نه بفرمایید. یا الله. بفرمایید. بشین. خوش آمدید. زنده باشید. خیلیات بخیر. الحمدلله. دیگه دیروز از ما که مادر مینومی میدادم به خانه شما. البته دختر هم بدیدم. فامیل شما خانم شما هم بدیدم. دیشب اینجا برای من قصه کردم که بسیار یک مردم خوبی، یک مردم مسلمانی، مردم غریبی مثل ما و شما نمیدونم. دیگه ما قبول کردیم باز گفته بودیم که می بچه بیاید که بعد ما بچه ببینیم. دیگه من گفتم باشه که من برم که من اینا نزدیک ببینم که دیگه سعی کنم جواب گپ از اینا چیه اینا چی گپ دیگه این چیزی هست که دختر از برای عروس کردن بچه هم برای سلام علیکم. برای خوبی بخیر سلامتی نباش. این تو کاری هست که باید آدم چیز باشه سلامتیت ما برای خانه خوب کنه. اگه نصیب و قسمت کرده بود اگه نصیب بود که از شما بیتر کنه کاکا بیخون خوب گپی من گپی ندارم شما سلام مسئولیت خورم به خانه بکنیم گپ زنیم خود خانم خود گپ زنیم خود دختر خود گپ زنیم خود اگر نصیب بودم باز من خبر از شما میگیرم این همه برای تقدیر نصیب بود که میشه دیگه بالاخره ما به خانه خوب زن و بچه خوب برارا داریم قوما داریم سلامتیت بکنیم شما بپرسیم ما کنار گوشه ما میپرسیم من کسی کسی ندارم خود منم یک مدر پیرزال دیگه کسی من ندارم اصلی کسب من کسی سیاوانو بله همین قلیب پایینم خونه مونه بفهمیدیم من سیاوانو به من جیدوی ست تا سیاه از خود فعلا 3-4 تا کارگر دارم خود من کار میکنم من نمیگم که ما امیتا میگردم نه خود من کار میکنم کاربار من الحمدلله جور الهی شکر ما میگادمی باشه که ما بتونیم 4 روز خودی زندگی کنیم تیر کنیم این که مثلا خیشی چیزی هست کاکا خیشی سودای عمره این نمیشه که در روز خود بامدگر خیشی کنی تو بری برای ما برای سودای عمره باید بامدگر گزاره کنیم اخلاق بابا باشی چای بیارم بابا نه چای نمیخورم کاکا میرم باشی چای بیارم دیکن بسته و دیکن دیگه به 4 رای کردم دیکن خود ما بسته هم اگر ما بار کنم خب فعلا که حال ما طور بدیدیم به چه خوبی هستی به چه خوش اخلاقی هستی دیگه ببینیم ما خود زن و به چه خوب برارا خوب مسئولیتی بکنیم ببینیم چی میشه خوبه اگه نصیب و تقدیر تو دست و بیتر کنیم باشه هیچ مشکلی نداره کاکا شما مسئولیت ها خود بکنیم باز من خبری از شما میگم باشه ولی خدا حافظ خدا مسپاریم خوش آمدید خوش بابا خودی نمیدونم شما باشه هسته یا نیه آخه این که نمیشه که ما هر کس آمد بگیم میدیم بچگان که من ندیدم به صدای شید به مادر به زن خوبه بین بازم شما به در شید زن به زن میفهمه مرد به مرد میفهمه چون دارتیه بپرسید که نیشته آدمیه خب میرم من از می همسایه‌ام میپرسم یکی نشو جان مادر من راست میگم بابا بیای خودی شما قراری کرده جلوشیم بریم از همسایه اینا از قوم خویشا اینا از منطقه اینا از جای جگاه اینا دیدن بکنیم سعی کنیم بپرسیم همیش تو آدمیه آدم
خوبیه بعدیه کارتونیه نیه چی رقم هستی چی رقمیه آدم و بابا خیشی میکنه بگرد بره سیر کنه. خب میگو سکتو ما مگر بریم جا و جگال پیدا کنیم از خود کنیم از بیت همسایه بپرسیم که همیشته آدمی نیو پیدا کنه نیه سبب دختر و گوشنه نمانه آوستانهای بگردن مباشه هنی بابا مگر بریم بپرسیم مادر ها مادر جون ابی آدرس خدا گفتم کجایه از باید نخبر است که بابا شما گفتم نه من مگر بپرسم مادر تو بگی مادر همین پیدا گفتم آنو کوچی باغچویی آه با اونجا خونه نگوزن کس که پرسان کنه سلام شما نشون بده خوبه مگر ما بریم عباس کجایه؟ ابا آه اصلا برای که بابا سودا و سلامانی خونه دیگه رو کجی کنه نکنید کنه که بابا بابا سودا بیرون خوبه ما و شما پاپا گفتیم بریم خوبه بریم بریم بابا بریم خبری بدیم میگو بله بابا همین آدرس بپرسی که تو کجایه تو با فیزه و کار نمیکنه بابا گفتن قلی پیی کوچی باغ چوبی بابا ما بلدم تو بلدی؟ بابا یاد نه بابا برو که بریم قلی پیی کوچی باغ چوبی بریم بابا باشه عجبی لالا بپرسید لالا جان ببخشید بگو همین جگاه به می منطقه شما نفری به اسم نورالله اسیاون میشناسیم برارمه همین جگاه منطقه باغچویه نه کوچی باغچویی کوچی باغچوبی ها بله همین جگاه نفری زندگی میکنه به نام نورالله اسیاون شما رو میشناسیم برارمه میخونین اور بلدین که به ما آدرس ما میریم به جایی یاره برار جون ما بز این منطقه خب به نام نورالله اسیاون نداره نورالله به چقدر کاری هم هست همین 10 سال مونه داره همین که پسری مونه داره قد بلنده آه بیت پسر نداره بله نورالله اسیاون میه یک نورالله ما به تا محله خدا رهیم به تا دیخو که او یک اسم جالبی داره چیه برارمه او به نام نورالله زنبیزار میگن زنبیزار؟ همون نورالله که شما میگن قد بلند لابریه همین که پسری همون نداره همونه او به نام نورالله زنبیزار برارمه پیارمه او به نام نورالله زنبیزار میگه ما او را از مثلا اشته زنبیزار خوبه دی الان ایتنه برار جو خوب به خاطر از او که او به مثال یک زن میاره به خونه خو اگوشنگی زن و پس میجه میره بخونی پیار خود میره به خونه پیار خو میره او نورالله زنبیزاره که نون صبحشون خورم نداره بفهمیدیم اصلا نه کارکنیه او قرمه خیشی براری پیاری قسمتی داره من نمیشناسم خودم اینجا یک مدر پیزال داره بهم خونه و زندگی خونه فقط هم میگم هر سال یک زن میاره دو ماه سه ماه زن بهم خونه اینه از گوشنگی میبینی سیانه و که زنه بگده ایفتاد رد پس بر میخواسته میره بخونه بابا آخه او که میگفت من اشیا دارم تو اشیا دارم بابا اول به نام نورالله لافوک هم میگم بابا چند تا اسم داره امو خودی نه بابا گفتن من یک مدرنی داره بابا گفتن من نورالله اسیاونو میبینی نمیره یک مدر پیزال داره دیگه هیچ کسی هم نمیشه دیگه هیچ گیرم نداره نورالله چارکلا میگم نورالله زنبیزدار میگم دیگه همیته 3-4 تا اسم داره بابا بابا از ما با کاردش که بیا ماریم خبر شدیم بابا چرا این چه بیا بی تو آدم گفتگو لازم داری نیم دیگه او بیا آمده گفتگو برای نیم خدا خونه که با خوشتونی خوار می با خوشتونی داره می خب الان ما بیا بودی کمی از اون همسایه قوم و خیشای نابو پرسی کمی اشت آدمی همی کارخونی هست به چه خوبی هست تلبیه چی رقماتی چی رقمیه حالی که شما اینجا بگیم دیگه به چی بگو نورالله چارکلا ها او که بابا خل لاف میزد میگم من دو تا اشیا دارم ایتنم آرگاه دارم بارگاه دارم زندگیم خیلی مرتبه گردن ما بند باشه ماما خوب اسیا چی که او به در اسیا هم رو نمیدم بابا جان عجمی رای کام بوده خودی شما میگرده میریم اگه این نورالله آمد این به در سرا خودی شما بگذار میزنه که تنه بکمانه من یک چیز دیگه میگم بابا
خوب شد که همین تا آدم خوب راستگویی به دل ما خود. آقا دیگه ما حقیقت بگو. قبول نداره من بریم از 4 تا همسایه دیگه هم پرسون. خیر بینیم ماما. خیر بینیم ماما. خیر باشید. زنده باشید. بریم بابا بریم. بریم. بیاین بابا بیاین. نورالله نون سوشو خود نداری تو زال تو آخه زن چندمه این په زن شیشم میشه از این منطقه از این دیا بسته که به تو کسی زن نمیده باز دهان این دفتی به دیا دگه طور مردم نمیشناسن نورالله زن بیزدار به تعمیدی بنشوره کیه؟ ماما چه کار شده دست گیلا؟ جانجور خیلیت ها؟ دست تو چه کار شده؟ برفتون که چشم همه خوب دیوال کتاب لباس بیام دیگه لباس آمدم بودم با کاغذباد به دستم لباس آمدم خلپت با کلم خوب خودم به زمین دستم عفونت مغزی شده گیلا تو آخر شوخی گوش که دست برال یخ نزد دست کجا میری چی پای گیلا چی عجب گردن روان باشه مثل تش اونو خر بری دستم باد کرده میبینی؟ خیلی تیار میشه خیلی تیار میشه ما چون نانه گفتم برو سکو اصلا باشونه بگو که چون گفتم چون کی میده ورزی قضا بالا میده کی میده به خود خوشبینی داده تو آمده گفتم ما دل جمع شیم سه کنیم خوب تو میدی؟ گفتم ما دل جمع شیم سه کنیم خوراک تو تیر شد برای نامزدداد کردیم نشد خاطر بمونده به خانه شما انا مادر مگامی تو برو خبر بگی سه چه کار شده مادر تو نگه که خبر بیا که چه کار شده نشده خیلی نه نگو بیعقل خدا بیامده بود اینجا که خوب شد که داده خود ندادیم بزید چرا؟ خوب شد که ندادیم گیل اگه خونه بیزاره هر چی زن با خونه میایه دیگه در روز بیشتر نمیسته که میره خونه با خاطر که خرچ زن داده نمیتونه عباس یک چیزی بگو ما تو دق نمیشی تو اگه داده خود بدین زندگی خراب میشه دق نمیشی بگو اگه من میفهمم همین که من چی ری؟ بگو رب زفو خود من بیبیوه بموندم در نگه تن بی شوهر میمونه نمیمونه گیلا این چنه کله گنده داره کله خواه تو خسته پخه همون مرتکه ببینه میگی ای و درد ما نمیخوره میگو موهای اصلا فکر کن مثل موها درسته گیلا تو اینجا که میمونه آمده نمونی که اینجا آمد تنیزونی بفهمیدی حالا بخونه میری برو بخونه برو یا برن گیلا جا اگه خونه میری برن که با سهرها برن تخمینا جمع میکنم از خود کمی تو دایه کم بده میری به یک دست کمی کمک کن کمیش که خودی رو اختلاط کن دیگه بگذار تا برو بگذار بگذار گیلا نمیشه با تو نمیگی؟ خود خود فرگونه بگیر سب در هوا کن برو دست خود تا فرگون بگذارم برو آمون تا خود دست خود بگی نمیشه برو نمیشه گیلک نه میشه دیگه نرم نمیشه برو دیگه با در میشه دستم به تا فرگونه دیگه تو چی درش تبیری میشم برو دست تو میشکنم و بنا تو بیا اینجا بریشو سب فلانی بیا پیشیا تو با یادم گندی میدی همه بیا تو با شما به سهرها نمیرسم اینده بیا سب کن گیلکی ته نمیشه میشه خب برو رو من های تا استرس زمان میرسم تو دستم رو ببور تو چی بایی دیگه دستم رو ببور بر گیلا یک دست خالا کن گیلک جو یک کاره که خوب چیکار کنم برو به سهرها برو به خونه خب برو مثل مادر تا معطل باشه برو همین گپ به خبره بری بود بگو نشد تاخیر مینیا چی ما تخمینا جمع میکنم برو که دست بیشتر نرم نشه خوبه برو خدا